در زمان شاه ترکی تابو آقای بود. دکتر جواد فقط از تاخت و دهاز varlık meselesinin می‌نوشتند در تاریخ ها آمدند و کشتند و سوختند و رفتند. این فرمول بود مدیری در و زمان شاه پهلوی ها الله که رشاد در eləsin. کتاب های تاریخ Bu می‌نوشتند. مردم هم Azərbaycanın از ədəbiyyatına هویت görə خودشون zəhmət نه çəkib آگاهی داشتند و اگر آگاهی داشتند خجالت می‌کشیدند. در صورتی زحمت‌های که چکید کاملا و عکس این بود. ادبیات ترک‌ها ایران رو آذربایجان ساختند، tanıtıb حفظ کردند، بعد از حمله Azərbaycan عراق içində və و dünyada. استقبال بخشیدن Allah به ruhu ایران. şad از eləsin. این İnşallah جهت yolda ما olmaz. هم تاریخ صحیح رو به مردم آموختیم، هم مخصوصا زبان نوشتاری، زبان ادبی رو، چون که زبان ادبی ما 60 سال تعطیل بود، هیچ چیزی به زبان ترکی منتشر نمیشد در زمان